مثل روز برام روشنه. اگر اینجوری با خدا امروز صحبت کنی خیلی راحت تو رو به خواستت میرسونه. بگو خدای شکرت بابت نعمت زندگی که امروز هم بهم هدیه دادی. امروز هم دوباره زندم، دارم نفس میکشم، زندگی میکنم، قلبم داره میتپه، کنار عزیزانم هستم. توجه به نعمت‌ها فرکانس تو رو میبره به سمت داشتن. فرکانس داشتن داشته‌ها و نعمت‌های بیشتری رو به زندگی اضافه میکنه. بگو خدایا ممنونم که امروز بهترین ها رو وارد زندگی من میکنی، چون هر اتفاقی که برام میفته خیره، چون تو کائناتت رو در خدمت به من قرار دادی و خودت جلو حرکت میکنی و راه رو برام هموار میکنی. امروز راه رو برام هموار کن و در رحمتی به روی من باز کن که به راحتی به خواستم برسم. حالا زیر این پست بنویس درهای نعمت خدا به روی من بازه. با ایمان قلبیت بنویس و ارسالش کن برای عزیزانت.